خب بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما شما یحتین زی در مورد تاریخ شفاهی چید و به چه درد وارد کلیات این بحث کن. اما هر کسی در واقع برای تاریخ شفاهی یک علاقمندی پای، یعنی کسی که علاقمندی نه دیگه نتوان برو در تاریخ شفاهی کار کن. اول که بستی به علاقمندی و ته شخصی که بیتی سر موضوعی کار کن. اما این وحدی هنچ که ما زیگو که همی تاریخ شفاهی ہوتی یک علمی بودا، یک روشی بودا و هر کاری هر دانسته یک روشی. مثلا من بیان باشین تو مثلا ایشی سیستم کامپیوتری ایشی دکمه یا دکمه بیان تو مثلا یه برنامه نرم افزاری تک یک من استادی مبی تک راهنمای مبی تک مواد من عملا کار میکنم دیگه من نتوانم کار کنم. مثلا برنامه ورد مثلا من کار کنم یکی یه مثلا باز زوری دست بود که چیش که خود دست منوت مدن من مواد مثال جنان دیگه من زیاد نتوانم استفاده بکنم. اولش هر چیز همه چیزی که خداوند هم گفت در بحث تاریخ شفاهی بالاخره این وحدی در این سیستم دو نوعی، یکی علاقمندی فردوته مثلا بر اساس علاقه فردی و شخصی مثل آقای شیخ زاده لوتی کاری کن، یکی نه، یکی مثلا روت با یک سازمانی با یک مؤسسه‌ای با یک دانشگاهی قرارداد بندی بشه که من لوتان این کار انجام بدم، یا نه مثلا همه مؤسسه پیشنهاد دیدن که تو این کار انجام بده، تواناییت هست انجام بده، توانایی نیست انجام بده، هر کس توان و چاری. حالا این ورود من هم در تاریخ شفاهی به صورت بود که ورود شخصی مواد حوزه هنری سیستان بلوچستان هستند که من گفت که تنها کاری که در این استان در حال انجام همه حوزه هنری سیستان بلوچستان دکتر سیاسر که آگشتم یه شخص دکتر سیاسر یعنی بوتی زیاد علاقمنده که در حوزه بلوچستان کار کنه. مثلا در حوزه سراوان یک پروژه‌ای به ما پیشنهاد داد، زندگی نامه خاطرات مولا عبدالصمد ساداتی. من وقت یحتا همی به اصطلاح ما شما پروپوزالی نوشت در تحقیقی نوشت کاملا کدیمون داد، یک دو جلسه هم نشتم وقت دکتر سیاسر ما سریم یحتا رفتم دیستی، اما واجه زیاد علاقمند نهاد. حالا به چه دلیل انگت نتوانتیم ما این پروژه شروع کنیم. مولا عبدالصمد بان نتیجتا من به این نتیجه رسیدم که من چون من زگو مثلا اگر شما کسی علاقمند بی مثلا بحث حوزه علمی زنگیان یعنی از شخص محور به موضوع محور هم توانیشی کار کنی. این یک پروژه که مواد الان قرار دادم بسته بود حوزه هنری سیستان بلوچستان زندگی نامه و خاطرات مولا نظیر احمد سلامی. تقریبا منش اردیبهشت شروع کرده، همین یک شنبه پیسری که واس همین هفته من پد رفتن زاهدم پد رفتن ادامه مصاحبه تقریبا تنیوادی فکر کنم 15-16 جلسه من گشته رفتن حدود 20 ساعتی هم تنیوادی ما ضبط کرده. خب ایشی شخص محوره یعنی یه کلی فعالیت های یک شخصیه بررسی، اما در تاریخ شفاهی موضوع دیگه موضوع محوره که موضوع محور هم به چند موضوع زیر مجموعه تقسیم بی. یکی مثلا بر اساس یک واقعی، مثلا یک حادثه یا یک رخداد در شهرستان اتفاق کبتا یا مثلا هیچ اتفاق عمومی، مثلا بالفرض راهپیمایی 13 آبان در سراوان که راهپیمایی 13 آبان در سراوان مثلا آوادن یحت مترسکش باشه کو نقشه چی عروسکش بین کو مثلا خدا رحمت کن دکتر محمد سپاهی هم مثلا استاد ماهر در این کاره. مثلا یکی توان مثلا همشیه در راهپیمایی 13 آبان مثلا چه کارهای هنریش انجام داده هنرمندان دکورش چونکا چتا کی بوده چونکا بوده، یا مثلا روز مثلا ملی جوان، روز مثلا دختر، روز پسر، روز پرستار، ایش هم توانه که یک موضوع بر اساس یک واقعی. حالا مثلا یک واقع تاریخی در سراوان کپتا مثلا آج چیزانی که البته بیشتر گوشتیم بر اساس آج چیزی که همی وحدی در تاریخ شفاهی ملاک
ایشین که راوی وقت زندگی بی وقت بگندی وقت انجام بدن یا وقت هشکتا یا مثلا فعالیت محوری مثلا فعالیت محور مثلا ما اگر مثالی بجنا همه بحثای جلسات هفتگی که نگارخانه در سراوانش برگزار کردن مثلا ایشی یک موضوعی که چونکا شک گفتا چه موضوعات مطرح بودن چه افرادی هستن همیشان خاطرات باید جمعوری بین مثلا برای یک نفری مثل من که هیچ موقع نه حتی جمعی مثلا خبر نکرده برای اولین بار این نگارخانه امکانی فراهم کرد که حتی خبر کرده در مثلا یک گوشی خاطرات وقت بیان کند یا جمعی که مثلا من برای اولین بار زبان مثلا جمع پج بوده ایشی همه یک فعالیت ها محور مثلا ایشی بود کن یا مثلا مجموع محور پس اول بر اساس یک واقعیت دومی مثلا فعالیت محوریت فعالیت های مثلا یک مجموعه مرکزی یا مجموعه محور مثلا ایشی بودین کن که یک مجموعه یک گروهی یک کاری داره انجام ده یا مثلا همین بحث تاریخ شفاهی مثلا وقت در سراوان مثلا شما مثلا با همین آقای شیخ زاده هم توانی مثلا با مجموعی که هستید با دوستان با افرادی که هستند که مجموعی که مثلا یک کاری شروع کرده ایش هم توان که یک موضوعاتی بی در بحث تاریخ شفاهی یا مثلا مکان محور مثلا حوزه علمی زنگیان یا مثلا مرکز جماعت تبلیغ سراوان مثلا این مرکز چونکا شکل چونکا مثلا این مسجد نور را پر رکن که اود بانیانی تن چه افرادی که اود کارش کرده که حقوق هستن افرادی تبلیغان زنده مثلا یا مثلا حالا در بحث چون من گفتم در مثال جنا یا مثلا همه ایدگاه وحدت ایدگاه مرکزی سراوان خب چه روان دیته کو که مثلا سه دانه ایدگاه بخشان اشاعت توحید که انگه به عنوان کوچه ایدگاه معروفه ایدگاه که او مهرگان بوده خب ایش هم مثلا در بحث حوزه دینی یک فعالیت این که ببین یا سند محور مثلا یک کاغذی هست یک سندی هست یک عکسی هست یک فیلمی هست یک دست نوشته هست مثلا من همین هفته پیشتر رفتم دوار مولوی عبدالله علوی خدای رحمت که خود یک سری اسناد یا کاغذان هستن مثلا یکی چه کاغذانی که هستن بعد واقع شهادت مولوی فیض محمد حسین بور مثلا نوشته جامع روحانیت سراوان یه بیانیه‌اش داده مثلا یک سند یک کاغذی بر اساس همشی مثلا یک موضوعی رو پچوی یا مثلا همین 33 نفری که در کوهستان جتیم بودیم خب ایشه موضوعی مثلا بر اساس این سند پس ایشان همه یه سری موضوعات این که هر کس توان بر اساس علاقمندی و تشخیص بدن و به چه زمینه علاقمندی هست یا به چه زمینه ای که توان انجام بدن حالا اگر لوتی شخصی انجام بدن شخصی انجام بدن اگر لوتی مثلا با یک نهاد یا مؤسسه برو وارد گفتگو قرارداد بندی این کار انجام بدن اما بخاطرش که بزن که چون کار رسید به پروژه آیا مثلا بالفرض مثلا همین بحث ایدگاه سراوان یا بحث ما 33 نفر یا مسائل دیگه خب چون کار بزن که آیا من مواد تحقیق رسی نرسی حالا یکی از منابع خب بیوادی که به قول بارنزی زی گوشتی مثلا گوگل هم خب اولین کاری که به ذهن ما شما رسی اما خب خیلی از مطالبی که در حوزه ما شما هستن در اینترنت نیستن خب برای اولین بار کار بین مثلا خب بله خب یکی از بحثانی این که اگر خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر فکر کنی بحث اینترنته بحث کتابخانه که آیا در این زمینه کتابی نوشته بوده منبع پیش‌تری هست نیست اسناد و مدارک که آیا در این مورد اسناد مدارکی هست خب حالا اگر این سینا مثلا در موضوعی که در حوزه شهرستان مثلا ما شما لوٹ کار کنیم خب مسلماً نه در اینترنت چیزی گیره نه در کتابخانه و نه اسناد مدارک خب شاید ببینید در نزد برخی از افراد اما بحث بعدی مطلعان و آگاهانی که در این مورد هستند کسانی که واقعیش دیستا واقعیش حس کرده در خود واقعی بوده و پس با ایشان اولی کار آگاهی هر فردی نسبت به موضوعی که لوتی انتخاب کن
مخصوصا خب حالا بعد از چیزی که موضوع انتخاب کو در ذهن واد یا بر روی کاغذ یا پیشنهاد ده بود پس رو چاری که آیا در این زمینه راوی هست کسی هست در واقع در رخ داد بوده دنبال همه افراد باید ببین شان باید لیست کنی حالا مثلا یک اشکارا مثلا حالا اگر خیلی وسیع و گسترده سری فکر کنی مثلا بالاخره فراخان جان مثلا یکیشی مثلا من لوٹن چی کاری انجام بدن کسی اطلاعات یا کسی لوٹی من کمک کن یا مواد در حوزه شخصی وقت دو کار انجام داتا که تا پیستر چیز که دو کار انجام بدم من وقت شاید اطلاعات و آگاهی و نسبت به دو موضوع در حد خیلی بسیار پایین بوده یک برگزاری همایش بزرگداشت و معرفی مرشدات مسکنزئی در 12 اردیبهشت سال 1378 در مسجد جامع نور سراوان است. تقریبا کارانی موادش صفر شروع کو با یک ناکوزات من است خدای رحمت کنه عارف ما شروع کو خب خیلی هستن که مثلا یه نفری که ما اعلامی کو که مثلا ما چه همایشی در مسجد جامع نور سراوان مثلا مولی عنایت الله هاشمی که در پورکانته شعری هستن واسمو دست نویسی ای واجب ودیا گفتی که من شعری ها در مورد شعری نویسان در صورتی که ما نزاند که مثلا همچی شخصی هست همچی مولوی هست ما هیچ آشنایی نیست اما بعد که مثلا ما هم اخیراً هم یک شبه من و شیخ صادر مصاحبه کوگونی مثلا سفران بودی گفت با مرشدات یک نفر دیگه آقای کریم بخش داودی که الان زنده در زاهدان خدای حفظ کن این کریم بخش داودی رئیس پایدانش بوده زمان شاه معلم بوده تقریبا اولین بنیانگذار رادیو بلوچی در رادیو زاهدان بوده خب یک من گفت که تا کریم بخش زنگی بجا مثلا کریم بخش داودی شوت مرشدات همراه بوده و شاعری هم هسته من تلفنی در گرفت و زنگ اونجا تو بالاخره یه شعری نوشت حاج خدارم شکل زی من برای اولین بار با این دو شخصیت مثلا کریم بخش داودی و حاج خدارم شکل زی اشتریک همه همایشی که ما برگزار کو آشنا بودیم که این ارتباط ادامه هست و بعد هم مثلا من مطلب کوتاهی در مورد استاد داودی نوشت چند سری رفتم پانگی یا مثلا بحث بعدی یک گنبدی هست در محمدی خواجه محمد مرشد ما شما وقتی که بسیار چند می پاش کرده ما کوچه رفتن یک گنبدی دیسته بوده بله تا سال 1389 این قدر که اطلاعات من جمعوری کو در این سال من هیچ کنه شناختی نبوده همین وقتی که آقای احسان دیواری شهردار محمدی بوده نوکی شهرداری سال 88 راه اندازی بوده رفتیم مثلا گوشتیم که خب برایش که مثلا تو شهردار بوده این همچه اتفاقی نکیشی با برنامه ریزی قبلی لوٹی مثلا بالاخره تو شهردار بوده شهری بوده معرفی کنیم بعد یک کاری یا برنامه یا چیزی چیز هنچ فکر کنم که هم آیش بزرگ داشته و خواجه محمد مرشد گیری بدون ایش که مثلا ما را اطلاعات مکتوبی بی بدون ایش که فقط یک نسخه کتابی هستد یک سری مرحوم نجیب شان و رشید شان ما رفتن دوارش اولین بار این نسخه کتاب دیوان واج مرشد همون دوار مایم مندی چود منظور دوار پدش ما هم یک بار تمروج من نزانه که باینی آقا یمانی هست تا هنر اسلام برای اولین بار کپی گرفته تو صحافی کرده تو پد گار بودی دست ماهنی پد همشی و همش تعلم بود ها دستنویسی نه دیگه یعنی ما نسخه اصلیش دستنویس کپیه این نسخه اصلیه آقای یمانی پتیسا یمانی حسن آقای حسن یمانی اولین بار اشتهای چند نسخه دستنویس کپی گرفته دو دانگی صحافی کرده یکی همشیه پده آی ها نسخه اصلی دستنویس ودش البته آیه مثلا شاگرد چوکی یا نماسی رحیم بخش گردآوری کرده حالا بعد مثلا ما همایشی گه بوده در محمدی در دبیرستان توحید خب
آقای ناصر ارباب مثلا حالا روی بحث شخصیت محور اگه بریم مثلا یکی از شخصیتان این که هم در حوزه اجرایی در منابع طبیعی، هم در حوزه پژوهش، هم در حوزه عرفان مثلا ایشه اگر کسی بدوتی مثلا به عنوان شخصیت محور تو آن مثلا شی زندگی نامه همه بنویسی. گوشت من مقاله نوشته ما خب ببانی برای اولین بار مثلا یا یه نفر دیگه هنچو گو 3-4 نفر هاتن بدون هیچ که مثلا ما سین برنامه پیسر بچینی. خب بالاخره ما گفت که مثلا حداقل هیچ مکنین دو گروه موسیقی یعنی او شعر بجن ایشی باعث بود که این وادی مثلا یک گنجینه از زندگی نامه از کارانی فعالیتانی شعری که بعدها منجر به چاپ کتاب بود. یعنی پس هر موقع که موضوعی که اگر در نظر یک محقق پژوهشگر تاریخ شفاهی بود اولین کار همچی کند یا همایشی برگزار کند یا فراخوانی دند یا بالاخره برگزاری شب شعری دند، مسابقه دند، مسابقه عکاسی دند، مقاله نویسی دند که افرادی آیند به آیی چی کنه کمکی کنه که سوژه یا موضوع یا پرداخت کنه. خب موضوع محور هم همشی بی مثلا اگر افراد جست کند یا شخصیت محور پده یه جست کند که مثلا وقت فلان مثلا آقای ناصر ارباب که هم کلاس بوده که هم دوره بوده که گونی سنگت بوده که گونی همکار بوده رو یک بانک اطلاعاتی در مرحله اول بعدش تعیین شیکو. خب بعد چیشا هم که یعنی موضوعات مختلف در ذهن و پده یعنی سر کاغذ شعرین باید بیاین اولویت بندی بکنی. اولویت بندی خب خاطرات جمعوریش با کسانی هستند که اولا که مارکان وادی خب هیچ کس نزن توی نیزن نه کسانی زن اما با افرادی که در پیر ممکن دوچار الزایمر بین دوچار بیهوشی بین یعنی اولویت بندی در خاطرات شفاهی بشن که با همشانی که در دسترسه. یا مثلا یک نفری هست بالفرض مثلا مثل شما استاد پروینش گو شما کارش گو خطا تا عارف استاد عارف مثلا استاد عباس عارف مثلا شما گندید اتفاقی گندید خب فرصتش هم نیست حالا مثلا یه طوری مثلا چند دقیقه توانه خبر کنید چند دقیقه مثلا خاطرات بگیرید. یه نفری هست مثلا سالی یا بری سلامه مثلا پروفسور آدم ترکمنزی مثلا 2 سالی 3 سالی مثلا یا بری سلامه خب خارجه مثلا یا مثلا دکتر رهبر رحیمی مثلا خب سالی یا بری مثلا یا افرادی شخصیت هم مثلا توانی مثلا اولویت بندیش کنی هماروچی شانا گونش بلندین و ایشان چی کنی. خب بعد چیزی که هر نفری که سوژه وتی انتخاب کو موضوع وتی یا شخصیت محورات یا موضوع محورات کار بعدی که بعد انجام بدن شین که یک طرح پاود بنویسی. حالا اگر لوتی پر سازمانی رای بدن او د خوب یک سری فرم آین ودن اما اگر لوتی پروت هم انجام بدن در واقع بنویسی تشه مثلا اهمیت سوژه چیه چه اهمیتی ها پرچیشی انتخاب بوده چه اولویتی ها مثلا این سوژه یا این طرف که من دارم یه موضوع نسبت به عادی کارم بعد باید وقتی فکر کنیم چند ساعت نیازه که من بنندم وقتی مردم خاطراتی ضبط کنم یا در این موضوع مثلا چند ساعت نیاز بی که من بیان شانه ضبط کنم در این موضوع کار بکنم چه کارهای اسنادی باید انجام بدم بعد من تا چه میزان توانا ورود پیدا بکنم آیا مؤسسه ها که من مثلا بیان قرارداد پژوهشی بنده مثلا یک از کارهایی که اصلا در حوزه بلوچستان در حوزه سرامان کار نبوده بس موسیقی بلوچی آیا تنی باید یک تاریخ شفاهی یک هنرمند موسیقی هست که مثلا کل زندگی نامه و خاطرات همه چیزی به صورت مکتوب بینه نه ایش کمال خان خدا رحمت کنه نه ایش اسفندار نه ایش خیلی از شخصیت هایی که ماشوار هم در سراما هستن. حالا من گوزی همه که همیشه دنبال ایشی میبینی که فقط دنبال مثلا پیرمردان کو لسن آینه که حتی همشانی که تازه شروع کرده در حوزه موسیقی در هر موضوع اگر شخص محوری نکن در حوزه موسیقی مثلا تو آن موضوع محوری بکن که همیشه هم تمام
سوژه‌ای که توانی انجامش بدی. خب من گو که حوزه هنری فعلا اشی کاران داری استقبال کن. شما اگر لوتی کار انجام بدید مثلا استاد قاسم حسین نژاد یا محمد حسنی یا اشکال درسته، اما در تاریخ شفاهی دیگه درست، یا مثلا کلی شما یا در حوزه موسیقی یا پروژه تعریف کنه پاوتید یا نه شخص محوری کنه. اما اگر لوटे واقعا کاری کنه با توانایی و تسری زمینه وقت هله من توانم گونه خبر بدم و این کار انجام بده. تقریبا چه اول ایشین که باید همچون که اکتار پژوهشی باید نیستی بی ایتر تو برای اودا الان لزومی هم نمیستن حضوری بروه همین فرمی پر کنه دیمی ده شماری هستن یا ما خبر کنه یا مستقیم خبر کنه اودا دیگه بررسی کنه. فعلا داری استقبالی بینی فعلا در حال حاضر فعلا سیاستانش سر همیشه اینه اوتی هم یه شخصیتی که لوت کار بی حالا در زاهدان چندین پروژه مثلا دارن کار کنه بله در این حوزه ماشما مثلا کسی استقبال نکرد کاری نکرد. اگر لوت کاری کنه حالا یا موضوع محوری کنه یا شخص محور که باید همه فرم باید پر کنه متقاعد کنه آیم ننده جلسه کنه بالاخره فعلا دارن کار کنه هم بودجهش هست هم وقتش هست هم دارن کار کنه. اگر لوت من پد خبر دام شما به فرم پر کن فرم دی بده انشالله. بعد از چیزی که سوژه انتخاب کو نچون کنی باید یک سری اطلاعات ماشمارا کسب باید کنی اش سوژه باید اشراف کامل بی. اگر شما لوٹید در حوزه موسیقی ما مثال جنت چون شما گو باید یک سری اطلاعات شما را باید موسیقی بی با اطلاعات پر بروید. مثلا آیوشی که ربابی مثلا ما هیچ نزانا رباب چی برای اونی بار نامیش کنا در حوزه آیا نو آیسه ساعتی فقط در مورد رباب توضیح دن دیگه توضیحاتی که در مورد رباب دن دیگه دانستن ما کو درد کار ما نوا این چیزی که علمی فقط گیشته در تاریخ شفاهی روی خاطرات ہوتی مثلا اشکی یاد گرفتا چون یاد گرفتا چه سالی شروع کرتا اولین ساز کجا دیتا چه خاطره ها چه تشویقی بودا ایشان گیشتر مهم ملاکی ہوتی در چه محیطی تو بودا آیا در محیطی که تو بودا به موسیقیش توجه بودا توجهش نبودا آیا کسی مثلا مزاحم کاری بودا یا حتی مجلس سازی بودا بیشتری خاطرات مهمه. پس اولین کار بعد از چیز که سوژه وقتی انتخاب کو سه طریق توانی اطلاعات کسب کنی در مورد ووتی البته یک جلسه شناسایی هلنگونی مثلا اولین بار روین نندینگونی گوشی مثلا یک شمه از خاطرات و زندگی و کاران و شان گوشی که شیگشن جلسه معارفه یعنی در هر تاریخ شفاهی جلسه معارفه یکی از اولویات های کاری اینه این باید بی چون شما پد روی تار سوال نیستین که پد یعنی یک جلسه شناسایی و یک جلسه معارفه و هر شخصی کنی تاریخ شفاهی کار کنی لازمه که گنگونی که به صورت مصاحبه به صورت گفتگو اما بدون ایشی که ضبطش کنی بدون ایشی که مثلا خیلی توجه کنی که ایش حتما کار تاریخ شفاهی من همشی من باید ارائه بدن نه ایشی چیزی که بدون ارائه ایشی چیزی که مواد در موردی شناسا جمعوری داده. مثلا من الان یک بحثی شروع کردم مواد البته بدون چیه با دکتر باقر کرد یک جلسه رفتم یک نیم ساعت نشستم
فقط زندگی و سیر مراحلی چونکه درد آن تا کلی درد آن تا چونکه نماینده مجلس بود و چونکه رئیس دانشکده فنی بود مثلا این کلا 1.5 ساعت هیچ چیز هم ضبط نکرده حالا همچون یادداشت می‌کرده که آیه حتی وقت کلا بر ما معرفی کرده معمولا هم گوشن که در حوزه تاریخ شفاهی یه جلسه گفتگو معرفه 90 دقیقه بیشتر مبی که طرف هم خسته مبی و بر اساس ایشی و در واقع در این جلسه معرفه ما به زندگی آیی توجه کنیم ایش کودکی دوران تحصیلشانی که ما را باید آمادگی برای جلسه بعدی حالا مثلا در گوشن که در جلسه معرفه مثلا ایش خانوادی جز کنه ایش بیتی ماتی پلاتخوارانی شغلش کارش کودکی و نوجوانی تحصیلات کجا بوده و ایشی که یک سری اطلاعات و شناختی نسبت به آیی بی که یک سری سرفصله ها نسبت مثلا شما لوتی با استاد قاسم حسین نژاد بروید مثلا خب جسی کنه مثلا دهک چونکه بوده کجای در زوانتا آید مدرسه بوده نبوده ساز شما کجا یاد گرفته اونی استاد شما یک چیزا این که در جلسه اول به صورت گذرا تا یه مروچی رسید اما بعد که لوتید بروید گوره کامل و در نندگونی مصاحبه کنی یکی از موارد بسیار مهمی که در خاطرات شفاهی و در تاریخ شفاهی زیاد مهمن و اصل کار یک نفر کسی که در تاریخ شفاهی کار کنه مصاحبه ہیں منگو که حافظه سه قسمته یک که مثلا یادگیری ہیں دیگه یک بازیابی اطلاعاتی ہیں مهمترین چیز این که ماشومان هیچ نقشی در یادگیری آ طرف نه یا مثلا در حافظه‌ای بلکه بازیابی اطلاعاتی که آیه هستن بسیار مهمه و تاریخ شفاهی هم بر اساس مصاحبه بر اساس روایت خاطره بر اساس چیزی که دیسته خب بس مهمترین کار مصاحبه با مصاحبه کتبی و تلفنی و این چیزا فرق کن نهایتی مثلا یک رکوردری با گوشی هم توانید ضبط کنید یه بعد امکانات فراهم شکر خدا خب بس اولین کار ایشین که انجام یک مصاحبه وحشینی به مهارت به تمرین به ممارست به وقت هشتن دیگه به همین صورت به طول زمان یا نفریا وش کن و تاریخ شفاهی هم شما دوشی نیت من پده تعریف کنم یک شیوه و یک روش جدیدی در جمعآوری تاریخ ہے یک طرف میزمان مثلا نشتن یک طرف آدم آئی که دار مصاحبه کنن گونی خاطرات وقت بیان کن و محقق هم سعی و تلاش وقتش کن که راوی خاطرات وقتا بهتر بوشی آنچه که در ذهنی بیحال کرده ہیں پدش یادآوری کن چه روشایی هست یا نه دیمتر کشم برای مصاحبه سه چیز باید توجه کنید یک پیسترش مصاحبه یک هین مصاحبه یک رندش مصاحبه اولا که باید زمان مصاحبه شما در نظر بگیرید مثلا بی واب ہیں خسته ہیں خب زمانی مثلا من وقتی واجب ملک محمد مثلا مالی اختلافی ها مثلا من وشان که چون ما کارمندی هم و تو مثال جنا و کارمندی هم وشان که مصاحبه تر که مصاحبه کنم دیگه شی باید حتما صبح به اداره یا صبح من بنا که وقت اداری جیم بزنه برام وقت که مصاحبه انجام بدم ملک کشی نه مثلا طرف واب ہیں مثلا پیر مرد اتصاد نودا واب ہیں آگاہ ہیں یه لحظه هستم واقعا هم مثلا ما میودی چون وقت پیش وقتی پزشکی ابر کنم که لوٹاؤں کچھ ہاں ساتھ ها بیا مطلب مثلا من تو تصاده نندین صبح مریض کمته نه یا که هست واقعا مثلا یک دیگه معلم بادشاه سے ما روز زنج چو نماز صبح بیا خب چون مثلا ایشان لحظه هم چو عادت کرده مثلا لحظه نه مثلا یکی مثلا آخر شب فصله یا که اول شب مثلا آخر شب مثلا من روان پانی که هر چی کنه دیگه هیچ تزینی نه دیگه مشغول دیگه یک نه مثلا دوسری که آخر شب بیا
یعنی زمان مصاحبه برای بازیابی خاطره یکی از نکاتی که همیشه باید در نظر بگیریم. طرف بدانی طرف بدانی در چه حالی روی هست بیگاهی هر وقتی درست ودی هم جز کنی یعنی یعنی در واقع گوشن در تاریخ شفاهی زمانه بهتر همه طرفات راویت مشخص کنش هر چی بهتره. مثلا من همین استادی که هستم هر درس دا من مثلا گوشتی که یه نفری بوده مصاحبهش گفت گونی چند ساعت هم مصاحبهش گفت بر سر صداها بعد که آورته ایم مثلا گوشت تو پس چی گوشتی چی گوشتم من اصلا عشق گوشین که ته پارک بننده سرما صندلیو چیریت دراشی من فقط توانم خاطرات رو بازیابی کنم ترپه یا کسی مش نه بعد بیای تو دوار بس اولین چیزه که زمان قطعی و نهایی مصاحبه همه طرفات مشخص کن یا کیوشی که من زمانی توانم مثلا خبر کنم بعد یک سازی در کنار من بجنا یعنی بدون ساز من نتوانم خبر کنم من نتوانم خاطرات نوید شما هم داری ضبط کنی صدای ساز هم هستن دیگه ایشیه و بعد هم یک مسئله بعدی در مصاحبه گوشن که مثلا شما بی بیش خبر کرده خب بگذی یا هفته نه 10 روز 20 روز تو روی پدا یعنی چون روز بعد روی یک سال بعد روی 6 ماه بعد روی گیج نبوده پدی اما کسی شهربانی پده بشی پد روی پد که لوटे पे आदेश کنه لوटे چیز کنه او شان ودو گوشت سه بر گوشت خب پس یک زمانی استانداردی هم گوشن که مثلا منگو که دوشی که دانشگاه هاروارد روی تاریخ شفاهی ایران داری کار کن آیا یک چی هسته گوشن که بهترین زمان مصاحبه مثلا یه هفته گیشتر مگوزی و گوشن که 90 دقیقه هم گیشتر وقت مصاحبه گیشتر مگوزی چون طرف قسم البته چی دیگه بستگی هم مثلا یه نفری هست مثلا روتی 3-4 ساعت هم خبر کن اما استانداردی گوشن همایی پس هم زمان مصاحبه و هم مکان مصاحبه بهتریش این که آرایوات بخشی. دومی مسئله در پیش مصاحبه خیلی مهمه مثلا ما مثال جنا ما رفتیم چابهار رفتیم و تا کریم باشنده دوار رفتیم که ما مصاحبه انجام دیم خب ما یه همراهان گو که باتریش دورتا گوشته مسیر زوری آیا منتظرت که شما کجا رسته تی کوچه تی مسیر رفتیم ہے دکان نیسا او که رفتیم رکورده من گونه باتریانی تمام بوده 4 ساعت مصاحبه این گفته پیسر این دو رو موده تی خب اونی کاری که ما کنترل تو بیار تو چی مثال که برای ما پیش جاتا یک دو ما رفتیم یک بیبی ها در ناگاه مثلا گوشتی بریم دیگه رو بریم ما شجره جوز کنم ما رفتیم هر چاره ایشی روشن نگوینه باتری مانه ولی گیر کرتر مثلا پس اولین چیزی که یا مثلا روی مثلا گوشی که تو خودکار ته بده یا باتری ته بده یا مثلا من گندی مثلا وقت گوشی مثلا ما وقت مالک رفتیم پایین گونه پای مهرب 4 بکپ پایا او ده خدا داد رفتیم زنگیا خب طرف پاک حواسی پارتی بی پشت کر دیگه آی گلاشه شهروانی مثلا خب یعنی اولین کارش این که بخاطرش که ذهن آی پریشان مکنین و بتوانید ذهنی بازیابی کنید و اطلاعات دمارا تجهیزات وتا چک کنید یا مثلا رم پرنه خالی نکرده وقت نبوده رفته اودا شی در واقع یک نوع هم توهینی بی طرف به ما اعتماد کرده وقتی هشتا زمانی هشتا همیشه که ذهن آی پریشان کن دیگه هیچ چی تو هر چی بلنده پد هیچ چی گوشتن نکن بازیابی کرتن نکن ها یعنی پس در واقع پیش از مصاحبه اگر در تاریخ شفاهی گوشتیم اساس و ملاک ضبط دیگه نوشتن نه مثلا شما لوٹی بری زندگی نامه استاد حسین جادوی که باید ضبطش کنه تمام خبرانی باید ضبط کنه خب باید رکوردر بادگوشی ضبط کنه سر حالت هواپیمایی بکنه مثلا دیدم پس از زنگوه یه دی گوشی بزور یه ایش که مثلا من دارم مصاحبه کنم خب حالا چه این مصاحبه
بس قبل المصاحبة أول احترام بالراوي، احترام به تی بی مثلا احترام به شخص که تجهیزات کامل بی، دفتری، قلمی، خودکاری، یادداشتی، باتری حتما شان چک ببین، چون ایشی اگر چک مبین ذهن آی پریشان بی، هر چی بی با بیحال بی. دومی ایشین که البته شی در مصاحبان سر ساعت برویم، آی مثلا چایی آماده کرده، میوه آماده کرده، چوکان مثلا دوارین پد روین مثلا، خب نیست کسی پذیرایی بگن مثلا آی شما سر ساعت روید آی برنامه و چیتا که هر چیزی یاری پر شما چای چیزی یاری دیگه نندی قشنگ چوکانی ملن تروین. نو اگر دیر بروید چوک مدرسه ای ها چوکان چون کان آین چون کان، پس ایشی هم یک از مواردی که خیلی تأثیری بی در به موقع رفتن در بازیابی خاطرات. خب بعد مورد بعدیش که نسبت به موضوع تحقیق مشمانم اشراب بی، مثلا در مورد شهربانی مثلا اگر خبر کنم مثلا خب مثلا شهربانی چیه؟ خب یک سری بعد اطلاعاتی میچون شهربانی حکومت و ژاندارمری سال 70 با هم هور بوده، نیست شهربانی جدا، ژاندارمری جدا، حکومت جدا، شانسه نهاد نظامی تن با هم ادغام بوده. پس در هر موضوعی مثلا در مورد موسیقی خب بعد یک سری اطلاعاتی می دیگه، پس قبل از مصاحبه در آن موضوعی که لوتین کار کنید یک سری اطلاعاتی می بی. خب او دو هم گفت که نسبت به آسوژه نسبت به موضوع اشراف کاملی می بی، چه فعالیتایی بوده، چه کارایی کرده، یک چیز یک سری اطلاعاتی می بی و باید توضیح بدیم پرچی پر ما شما مهمه. مثلا شما روی حسین نژاد من لوٹن در مورد شما مصاحبه کردن تاریخ شفاهی زندگی شما چیه مثلا باید توجیه کنی که مثلا بالاخره شما یک هنرمندی، این هنر شما باید ماندگار بید، اطلاعات شما باید نسل دیگر بزنن، همچون ما دنبال تاریخ گذشته وقتی نسل آینده هم دنبال تاریخ این معاصر مایم. اما قبل چیز که باید یک بانک سوالاتی تهیه بی، یک سری سوال نویسک بی قبلشان تمام قبل از مصاحبه یک سری سوال نویسک بی، شما چه سالی به دنیا آمده، کجای درس خوانده، اوضاع اجتماعی چونکا بوده، بازار چونکا بوده، موسیقی چونکا بوده، اساتید موسیقی تا زمان که بوده، غیر شما که در این زمینه کار کرده بوده دیگه. پس سه چیز پیشترش مصاحبه خیلی مهمه، یکی زمانی، یکی مکانی، یکی هم تجهیزات. که اینانا توجه کنیم. بعد یعنی به طراحی بانک سوال. خب تاریخ شفاهی یک ارتباطی بین شما و راوی. اولین کار اولین نکتهش این که راوی به ما اعتماد بی، یعنی بزن که ما پر چی کار انجام بدیم. اگر هیچ اعتمادی مبی به ما تو هر چی کنه ذهنی پریشان بی، هیچ گونه خاطرات بیان نکن. حالا مثلا یک چیزی مثلا طرف مثلا یک جریاناتی بوده الان هم ترسی بعد مثلا اعتماد جلب کنم ولی تو مثلا اگر ترج گفت تنیوادش گفته مثلا یک کس ما رفتم شناش من جای ولی ترج من ترج جا به اور ترج گرگی بوده تنیوادش گفته یا مثلا ترج نه مثلا 30 سال درس بوده مثلا من جای مثلا میسیاده اول انقلاب ایشی مثلا شعار مربر اسلامی داد و اعلامیانی در مسجد یا شعاری در کوکاری کو پد معلمی هم بود الان بانشا سلام جماعت تبلیغی मैं रोज रफ्ता मिक्शनी مثلا بیاد تو باری کسی که روشین تو در مسجد آت چه نه شام مگوی دیگر صحیح میشه مورد چپا صحیح مثلا ترج گرگی بوده ترش ما وگید نو ایشام هستن. خب پس اولی ایشی که بعد اعتراف به ما اعتماد کن که ما لوتین تاریخ زندگی تر بنیسی در این موضوع لوتین ایشی بنیسی ایشی بالاخره آیندگان باید بزنن چیکاری بوده و نبایدم بیایم بوشین که اول خطاها و اشتباهاتی مثلا یادآوری کنی خیلی آرام، چون اگر خطاها و اشتباهات آ طرف یادآوری بین هم ته ذهنی هم اگر شما یادآوری کنی من یادآوری کنم
دچار خود سانسوری بی. یعنی مهمترین کار همشی دچار فقط اولین کار برای ارتباط مؤثر مفید برای که ذهن ای بازیابی بی اطلاعات بدن خاطر بیان کن واقعیتاً بوشی اعتماد سازی. دومی مسئله ایشی که ما اوقات معرفی کنیم. من صدیق دیواریان کتاب نویسم، تحقیق کنم، پژوهش کنم در مورد افراد، در مورد شخصیت ها. شما هم یکی چی شخصیت هایی که به نظر من زندگی شما، خاطرات شما، کاران شما بسیار مفید برای جامعه و ما لوتین الگو بگیرین چیش هم ما لوتین نسل آینده بزن، ما لوتین ود بزنین، لوتین چی تجربه کسب کنید. دوشین در تاریخ شفاهی اینگو تجارب فردیه، یعنی تجربه فردی. پس اول وتا باید معرفی کنی. اگر کاری کرتا پژوهشی، اگر فیلمی پین کرتا، اگر عکسی پین جتا، اگر در حوزه موسیقی مثلا شما خب بالاخره من در حوزه موسیقی کار کنم، فکر می‌کنم که پیشکسوتان موسیقی که بودن چی کارایش کرتا در این زمینه و وتا به عنوان یک محقق معرفی کنی. کار معیشی. اگر پروژه ایش گرفتم مثلا پروژه اون گرفتم من این کاری که برای زندگی نامه و خاطرات مول نظیر احمد سلامی نویسم چه پروژه و حوزه هنری قرارداد اون واسه دارن کار کنه سه رویا کنه مثلا خب حوزه هنری هزینه سفر من ده دیگه بر اساس فرمی که هستی مثلا چند ساعت مصاحبه مثلا این کدر پول ده مثلا. خب اذا مثلا اگر پروژه کار راحت بشه مثلا کار ما پروژه برای اساس یک کار بوده. پس اولی کارش این که وتا معرفی کنی، کاران وتا معرفی کنی. بعد هم گوشین که مثلا شما یک استاد موسیقی، یک هنرمندید، یک شخصیتید بالاخره جامعه شما جایی هری بلکه خب با این کار ما شما گیشتر جایی هری دیگه مردمان آین. خب ایشان باعث من که آئی هم اطلاعات و هم خبران وتا و هم خاطرات وتا و هم جایگاه وتا بخشی تو برای تاریخ ما مشخص میں و هم ایشی که اشتراکات فکری وتا به چه معنی؟ مثلا بالاخره شما هم در حوزه موسیقی کار کنیم، ما هم در حوزه موسیقی کار کنیم. شما استادی، ما شاگردی، ما مثلا به این مرحله رسیدیم و ما علاقمند به موسیقی هم، علاقمند به کار مثلا من مسائل مذهبی هم، ما علاقمند به چهره ها و روحانی و مثلا جاهر به ما علاقمند به کار پژوهشی تحقیقی هم و در این زمینه منطقه یک اشتراک فکری هم. یعنی ایشان تمام باعث می که اعتماد کنه. وقتی اعتماد کو راحت قشنگ خاطرات وتا بر ما شما گوشی. خب یک عمل که پا توضیح دم پا به بانک سوال رسی. خب یک از مواردی که لوٹیں بنیتے جلسه مصاحبه و ارتباط با راوی بگیری ایشین که ما باید رفتار رو کنترل کنیم. مثلا ما یا جای رفتیم یک مردمی گوما همراه هم چلم داتا و دراش کا شد که انگار توزات نافذات ہوتا آواز کا خب بروا بیایی دیگه نه همه ایش که من باید نشتن وقت کنترل کنم. حالا من نگوشم که هر یک از ما شما مثلا خب الحمدلله زانین رفتار اجتماعی چی جایگاه چی چونکا بنندی چونکا پادیں چونکا آبار کنی اما بالاخره یک از نکاتی که در تاریخ آدمیه مثلا خب یک ساعتی نشتین 90 دقیقه بعد آخر خسته می مثلا خب اما برایش که بیشتر آی ذهن پریشان مکنین تو بتوان خاطرات و بازیابی بکن مقصد ایشی که باید ما رفتار اولا کنترل کنیم آداب اجتماعی کاملا رعایت کنیم. چیه نکته ای که یعنی نکیش که مثلا بگوشی خب بالاخره چه نکته تو داره بمونی شده خب مثلا ولی ایشی که هر استادی که در تاریخ شفاهی درس دادن این نکته تاکید کن که برای ایشی که یک ارتباط مفید و مؤثر بین راوی و بین محقق و کسی که ایش که رفتار و تا کنترل کن اخلاقی عرفی ها. یک دیگه زبان بدن گوشینتی دیگه خب مثلا اگر یک خاطره مثلا چوک فوت کرتن من بیام مثلا تصادف کو فوت کو مثلا من بیام بهنده
یا مثلا من توجه مکنه یا ایش که مثلا عایداری خبر کنم مثلا وقت گوشی SMS بازی کنه یا مثلا وقت کاغذ بازی کنه یا مثلا عایداری خبر کنم مثلا ما گوشی جواب بدم خب ذهن آی پریشانی بھی هم ذهن پریشانی بھی همیش که نتوان خاطرات وقت بیان کنم. خب مثلا ما همی یک شنبه من گوشی ایر کرد زنگ و گوشی ما وقت مول سلامی بعد گوش تلفن جاد من که خب من انتظار هستد که آی ساکت بود خب بل خب من توان بکشن کواجه تو ادامه بده شی ریکوردر دین ضبط کن دیگه خوشی یک بی احترامی بھی دیگه آی هم سکوت کو دیگه تا من تلفن جواب داد برگشتم یعنی منوت کو برته تلفن جواب ده خب یعنی ایش که یعنی مثلا من ریکوردر ما کنه دا مثلا تو توضیح ده من بنا درا دیگه آی توضیح ده یعنی نوادی کارانه ایش نوعی پریشانیه یا مثلا یکی روی پانگی در حوزه موسیقی مثلا اولی کاری اوشی که ها ارشاد به ما توجه نکن دولت توجه نکن تو چی مثلا مارج یا جلسه که بلی نیوتا خالی کن یعنی مخشی تو بر سر اصل موضوع نه واجد تو شان ولده تو بگو 3 سال به دنیا هسته تو چی کرده ایشان یعنی ایشان خیلی مهمه یعنی خیلی ها 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 این ایده گوشن مار استادی هست گوشتی که بلیت که وقت خالی کا بلی علایق وقت شی یعنی باید یه طوری گون رفتار کنی که آی مار دوست وقت حساب کن سنگت وقت حساب کن بتوان خاطرات وقت حتی کمک کنی حتی کار شخصی انجام دهن چه استاد شیخ زاده کو مثلا من رابطه هر رگ زورتا کاهو روتا تا آی خبر کرتا یعنی ایشان کارایی که باعث من که آن بیشتر و واشتر اشتیاقش پیدا کنه یعنی پس یک از شرطایی که بازیابی خاطر بی ارتباط یک مؤثر و مفیدی حالا اشاره طریقی که شیرینی ده یا کاری انجام ده یا بالاخره مشکلی حل کنه یا مثلا حله اجازه ده و تخلیه بکن یا مثلا یه شوخی در شانی یعنی ایشان انجام ده یا مثلا ادامه بدم خسته نه یا مثلا یک هست مثلا اصلا حاضر نه که مصاحبه بکن مسئله سیاسی ها مسئله مثلا وقت میدی مثلا مشکل ها یا مثلا یک هست شعری که در مده ملنگ محمد اسلامش گفتش ای واجه یاد ما وقت کشت ای واجه نگفتم مو خیلی ها گویی تو هرچی مکو واجه تر هرچی کنیم پاکستان که فقط تو میکنم مونی شعر کو هجپا چی گناهکار فلان الان مو واجه وقت شعر ما وقت کشت اجازی اصلا نگفت درست هنچ باز این چیزها یا مثلا گوشی که من احبارانو گوشتا باز تکراریه مثلا شما روی پانه که استادی که تو زندگی نامه بنویسید یا مثلا یا موضوعی مثلا در احبار کنی بس شان من گوشتا هر رو تکراریه شیء آیه ما بو مثلا ما شما توانی میشه کار ما مثلا یک کار جدیدی نحوه جدیدی ما ایشان به این شیء کنی ایشان بسود کتاب کنی ایشان بسود منگو دوشی بدون اجازه شما هیچ پخش نکنی هیچ چیز نگوشی هیچ جاشان روایت نکنی هیچ جاشان پیسر نکنی پس ایشان تمام باعث من که یه خانه آئی به قول معروف چنبه آب بنتو پدا شروع کن موضوع طراحی سوال ہے خب ما سوژه وقتی انتخاب کو رابطه یه جلسه معرفی ہیں گے در مورد موضوع ہمیں ایک سری اشراف اطلاعاتی اگر موضوع محوری اگر شخص محوری ایک سری اطلاعات ہیں کسب کو خب لوٹیں برے مصاحبه کنی گونی اما پیسر چیز کی برے مصاحبه کنی باید ایک بان کے سوالی طراحی بکنی کہ بتوان کے کل زندگی آراوی شخصیت عام موضوع پر شما در بر بگی اما مصاحبه تاریخ شفاهی چی ویژگی بی اش کجا باید شروع کنی به کجا بروی خب مهمترینشی که باید در مرحله اول بیاین زندگی طرفا
فصل بندی بکنی و برای هر فصلی یه زیر فصلی بنویسی. مثلا زیر فصل های مثلا خانوادگی بین بیتکه بوده، ماتکه بوده، برات بحرانی چی بوده، کجی درز وانتا ابتدایی کجی بوده، پیسرش ابتدایی چی بیادیه، راهنمایی کجی بوده، دبیرستان کجی بوده، دانشگاه کجی بوده، کار هنری ہوتی، اش کجی شروع کرتا. بعد همه گیشترین طراحی سوال گیشترین بحثی که هست در همه موضوعی که بیشتر مثلا هدف تحقیق مثلا شما موسیقی دیگه. خب من موسیقی مثلا جان شما لوتی گوشنتی که یک قاعده پنجانگشتی در تاریخ شفاهی. پس اولی مورد نوشتن سوال در مورد زندگی، خاطرات و اتفاقاتشان زیر فصلان. یعنی زندگی هر نفری ها فصل بندی کنیم، پیش از دبستان، بعد از دبستان، دبیرستان، فعالیت های اجتماعی، فعالیت های هنری ایشان. 6 عنصر اصلی در خاطره مهمه. البته در خبر هم کسی که مثلا در خبر نویسی کن چی هم گوشن. یکیشون چه، چرا، چگونه، کی، کی، کجا. خب یک رخدادی در ذهنیت در بیحال بی شما مثلا چی بود؟ که جنگی بود. خب پرچی جنگ بود؟ دشمن ده. چونکا اتفاق کرد چگونه؟ هیچی ماشین سبقت گئی و تاری ماشین داد دشمن لگ گئے. کدی اتفاق کرد؟ سر صبح. خب کی؟ چه کسانی که مثلا ایشان ده؟ راننده و تا راننده. کجا مثلا در خیابان معلم. ایشان وقتی چای جست کنی یا مثلا میگی که من اولین بار رفتم در مراسمی در ارشاد. خب در ارشاد کجا ارشاد؟ خب مثلا آوادن مجتمع نیست دیگه بسرته. خانه فانا کجا آید؟ چونکا آید ترکه دعوت کو چونکا رفته اجده که سراوان چونکا آید ماشین چونکا هستن پشت 2000 نشتن. خب ایشان تمام باعث من که خاطرات وطایی بوشی. مثلا شهروانی کار چیه؟ چونکا مردمان چونکا که کجی گفتن کچھ زندانی هستن نیستن، دادگاه چونکا، شریعت چونکا حال فصلش کرتے. ایشان تمام باعث من که آئے ذهنی این سوالات شما وقتی جست کنی یک نوع بازیابی به مثلا شما وقتی همراه تید که دیگه چه عادت رفتیم مثلا آوادم مثلا پسان بوگی آبان چه عادت مثلا بهار این برده تانکاش برده ناوت فلانی هم رہتے آئیں چون بوده دیگه. ایشان تمام ذهن آئی ہمیں چرا چکونه که کی کجا. مثلا گوشی که خب آوادم مثلا ما پسان بو خب تانکا شما برده پاکان برده رمک چونکا آیا پا مثلا پسان شاو یا جم کو شمانه کی هستا یا در حوزه موسیقی مثلا شما شاو موقع که شما رفت پانک استاد دیگه هم هستد شاگردی هستد مثلا چوادان شما نش ساز ایجاد شپان اینجاد مثلا تچم بیشتر کجا شپان مثلا زمستانی شپان دیگه که آتا دیگه چیش گو مثلا چونکا بو که مثلا خود ایک کت رفته مثلا خب ایک کت کئی آنا کئی سرایات شان تمام باعث من که یک سری خاطرات بخشی. مثلا شاوادی مثلا بخاری داریت رابطه دار بچین حورت داران تار رہتے ہیں عاشقین سردر مثلا نتوانتیم جنی یا ساز کوک نبو. خب ایشان تمام باعث من که ذهن آئی یادآوری به. مثلا میشه که خب رفتیم مثلا برای اولین بار رفتیم جشنواره فجر تهران. خب دیگه همراهات فلانی آئین چون بوده آیا انقدر علاقه شب موسیقی نیستش. ایشان تمام ایشی بی که باعث بی خاطرات. مثلا من یکی همراهان ما مثلا مظاهر گه شو همراهی نکو. خب شان تمام باعث می که
خب پس اولی همی چرا چگونه که کجا. خب دومی مسئله که باعث ہوئی کہ یادآوری خاطرات کریں تو تے بانک سوالات بین تو اثر مستقیمی هم تے سوالات بھی تو هم تے بعضی ابھی خاطرات مثلا زمانک چونکا بوتا مثلا کچھ آوازاں بارنے بوتا یا موتور ڈیزلی بوتا 2 ساعت روشن بوتا بعد تے تو روز بارنے بوتا آپ لڑکشی نے بوتا مثلا در دہا کے مدرسے نے بوتا مثلا برای راہنمائی مثلا رابطے ہودا در آسپی شفا پانک مردمان بوتے ہیں ہر دانش آموز پانک یک یعنی ایک مواردی که در تاریخ شفاهی یا در موضوع خاطرات بررسی بی همین بحث خود محیط اجتماعی فرد که تو بوده ایشان هم باعث من که ذهنی نسبت به بازیابی خاطرات برو. یا مثلا در بانک سوالات وقتی که نویسین روحیات طرف مثلا هم مهمه همیشه مثلا به مسائل بیرونی توجه مکنی روحیاتی مثلا من خیلی مثلا علاقه خاصی مثلا به موسیقی هستم من علاقه خاصی به درس خوندن هستم مثلا یه معلم ریاضی مثلا خیلی گیر دا مثلا دانش آموزان شان کلا باعث من که به روحیات طرف وقتی ما شما توجه کنی اجازه دیں خبر بکن باعث من که یک نوع احساسات و عاطفت هم بیان بکن و خاطرات و هم بیان بکن. حالا مثلا به شخصیت طرف مثلا یک مثلا واشپورت چی خیلی به وقت توجه کن یک خیلی به وقت توجه نکن ایشان باعث من که در موقع مثلا یکیش خب مثلا طرف وقتی گلاینتی و انسان دیگه انسان هر کسی به گلاینتی خب خوشی دوستی بی وقتی مثلا تو گلای مثلا ها تو واشی هنرمندی بوده تو واشی مثلا آشپزی بوده تو واشی درزوانی بوده من فکر کنم تو نسبت به دیگه دانش آموزان تی درس واشتر بوده تو بیشتر تلاش کرده ایشان تمام باعث من که یک نوع نمودی بکن در شخصیت طرف. یا مثلا یه نفریه لحن کلامی مثلا یک مثلا 10 یک موقع بکن 10 بروشی مثلا یکی مثلا 10 بروشی آقا مثلا شما گرنده دیگه هر کسی که لحن کلامی ها توجه کنه به ایشان مثلا به تک کلامان طرف هم خیلی مهمه در که مثلا باعث بی که ما شما مثلا با یک نوع برخوردی با یک نوع آداب اجتماعی با یک نوع تعارفی یا مثلا هر نفری مثلا خیلی هست مثلا استاد پیت شاگردش بی پیتش چیزی بلده دیگران یاد دیں خیلی هست مثلا نه پیت مثلا یک چیزی یاد بدن ایشان تمام در قاعده پنجانی کشتیه ہمارے فعالیت اجتماعی مثلا بالفرض مثلا آوازاں حشر بوتا آوازاں کار بوتا تو چکاری خورتی بوتا وقت ماشمائیں زندگی طرف فصل بندی کنی و در هر فصلی یعنی سوال طراحی کنی که هم لحاظ اجتماعی جایگاه یا یک سوال اجتماعی سوال جایگاه فرهنگی نظر سیاسی اگر فرد مثلا سیاسی بوده نظر اقتصادی مثلا کسانی تا 20 سالگی مثلا در روستای زندگی کرده خب روستا شرایط چونکا بوده چه بازی هایی بوده مثلا بازی های بو محلی مثلا آواز جی بوده مثلا تو جی کرده نکرده مثلا خورما مثلا تو رفته سر مچان نرفته ایشان تمام باعث من که هم های خاطرات ہوتی بوشی هم بخشی از تاریخ شفاهی منطقه دیگه ماشماین دیشان تمام هم به زندگی مثلا مولایان در که بوده مثلا یک عروض بوده تی نکاح که وان چون نکاح جوان کجا جوان چون روشی دور سرنایش کو گروه موسیقی جا و نیا آوردش ایشان تمام چی بین یک سری خاطرات هم کم بیایں تے ذہنی کہ پدا یہ کہ ہم بحث بعدی مدیریت مصاحبه و کنترل مصاحبه اولی مورد ایشین که وقتی ضبط کنی بکه شناسنامه ای بی شناسنامه چی میشه؟ شناسنامه چی میشه که مثلا من بسم الله الرحمن الرحیم اولا که تاکید کنه که بسم الله الرحمن الرحیم هم موقعیت مصاحبه
خاطر که طرف احساس رسمی بودن که مگر ایشکی خیلی چند سری مصاحبه این گفته و عادت کرده و وزن دیگه مثلا موضوع چیه مثلا اول سر خیلی رسمی شروع کنی چو جاوا مثلا ها چیه مثلا ها کتابی ورکا یا مثلا اگر واقعا احساس کنی که مثلا شیخ خیلی حساسه مثلا اول مصاحبه بل خب شناسنامه لازمه شناسنامه لازمه چیه که مروچی چهارشنبه 20 چهارشنبه 21 دی ماه 1401 من محمد صدیق دیواری گفتگو کنم با استاد قاسم حسین نژاد روستای دهک موضوع تاریخ شفای ویشی خب ایش لازمه البته اگر حس این کو که طرف مثلا اولین جلسه خیلی حساس سر این موضوع شی هلنه آخر بل حتما در فایلا شناسنامه ذکر بی چون اگر این شناسنامه ذکر مبی به خاطرش این که نزانیشی که مصاحبه کنی حالا بعد از ما به مصاحبه یکی گوش کن نزانید دوم مثلا نامگار بی مواد قبل چیز که برام ما خوب لخریشان که نوشتن یادداشتن بتین ته کلاسان رفت شرکتون کرده تا قبل از این که من برام کلاس شرکت کنم من بلکه 100 دانه 80 دانه بیشتر 200 دانه فایل ها خو هیچ شناسنامه برنه مواد شخص مواد مثلا سال 81 82 83 خیلی با پیرمردان مصاحبه گرفته بلکه 100 ساعت هم بیشتر به ولی هیچ جانم شناسنامه برنه چون مثلا تا این موضوع دیگه من تا کلاس نرفته تا کسی نیستن چون تجربی هم شروع کرده خب ای بس نندم گوشی دارم 20 دقیقه نیم ساعت نو تازه هوشون یه شی فلانیت خیلی این مواد مثال جنانی ولی وقتی اگر شناسنامه بربوتی راحت برای من دیگه جمع اول مشخص بود یا آخری چون ممکنه فایل دیگه نامی ویروسی کی نامه هست بنچه به بس اولین کاری که دقت کنی ایشی که هم طرف در مصاحبه و ضبطی کنیم چه تاریخی چه زمانی ایش لازمه اگر خیلی حساسه زنده که طرف خیلی حساسه خوشی بلین جلسه اول به فایل اولا آخر مصاحبه بل حتما ایشی به دو مسئله در مصاحبه تاریخ شفایی کلا مشن سوالات دو نوعه یکی بازه یکی بسته شما مدرسه ابتدایی جوانتا بله دیگه جوابی ها شما دیپلم گرفتا بله خوشی یک سوال بسته از خواهی کنم یک بله یا خیر خب اما سوال باز این که پچین خب اینی طرف وادار کنین خیلی چیکار توضیح بدن شوی مدرسه کجا آید چونکا آید موقعی که رفتید مدرسه چونکا رفتید کجا رفتید دوران تحصیل دو مدرسه شما چونکا آید تغذیهش دادی چونکا رفتید مدرسه چوهدان رفتید یا شیفتید دو شیفتید صبح بیگاه تید چی وقتی که سوال چون دیگه آئیگی توضیح ده ها مثلا کشتر توضیح ده معلومانی چون انته چون دانا مثلا پنج کلاس یا معلم پنج کلاسان چون دانا معلم درس داد چونکاته ها بلوچ دین چونکاته خو اولا که بوشن که سوالات هم ساده ببین خیلی جزئی و دقیق و کوتاه مثلا اگر ما توی شروع کنیم خب بسم الله الرحمن الرحیم بارین تو گو که دوران ابتدایی کجا مدرسه ته پد رابطه راهنمایی کجا مدرسه ته پد دبیرستان کجا ته شمی معلومات چون کاته آی وادی رابطه مدرسه مثلا مکتب هم رفتی خب ایش دیگه پشت بی اولین وشی ابتدایی وشی پد راهنمایی پد بیحال بی دبیرستان پد بیحال بی پس مرحله به مرحله ایشان مثلا پد هم سن راوی مهمه که ما بزنیم مثلا در چه سال متولد بوده کجا متولد بوده مثلا اگر مثلا متولد 58 57 60 نوبیت پوشید مثلا تظاهرات چشکا بود انقلاب چشکا پیروز بود
رضا شاه چوهان رو خوشان دیگه در کار تاریخ شفاهی ماشوان نه ونشان دانسته ماشوان گو هیچ دیگه جایی جذب کنی. بعد مثلا یکی دیگه از موارد در بحث تاریخ شفاهی جزئیات خیلی سوال بوده. خب چیزی که نفهمه گونگر اصطلاحی کار بو همودی جز کنی میلین پر دیگه گشتی یا مثلا منشان خب ایشی مثلا هر چیزی گوشتا یا اصطلاحی گوشتا من مثلا پدران چارانی ته گوگل یا موتی زانان شه همه ممکنه مثلا آئی دیگه منظوری بی ما مثلا دیگه منظوری بی اصطلاحی نفهمتا یا نام فردی نفهمتا خیلی مثلا هر چیزی نفهمت همودی جز کنی هر کلمه ای گو نفهمتیم پی همودی جز کنی میلینی یا خیلی نهایتی میلین پر جلسه بعد بلین کمودی جز کنی. اما ایش که بانک سوالاتی نوشت شاید به دلیل نه که حتما این بانک سوالات فقط در همین چارچوب حرکت کنی سوال بعدی مای ایچه هم نه. بعد سوالات وقت بچاری هر گشتی کروی کجای منطقه ہیں کجای نیستن. خب ما هم دوشی گو که یادیم بی که همیشه پیتین در یه موضوع مصاحبه بکنین به سراغ افراد صاحب نام دیگه من مثلا هیچ برای هیچ محققی در بلوچستان امکان نی برو مثلا تاریخ شفاهی زندگی آقا خامنه‌ای بگی مثلا یاتی بود سرامان مثلا ما بوشیم به تو یاتی سرامان کجی یاتی چونقه یاتی کجی یاتی وقت که امرا بوده. خب بس بیاین همه چیزی که امکان پذیری ها هر نفری همی سری روحیات خاصی ها مطابق با همایی روحیات خبر کنه. لحظه هستن مثلا خیلی شخصیت عصبانیش ها لحظه هستن خیلی داد جنه لحظه هستن خیلی آرامه. یکی از دیگه مواردی که هست در تاریخ شفاهی ایش که وقتی ما رویم پانه کسی آی اعتماد کرده به ما مثلا همی آقایی هست محسن غنیاری دکتری مثلا شی مدتی در امارات بوده شی که مثلا من یکی شما اماراتی ها عربا در همین جایی مثلا رازنی ایران بوده و دا آشنا بوده بعد روشی من دیستی بوده خانوادی یحتی بوده یک بوده مثلا خیلی با حجاب بوده خانوادی او که رفتن یه روش دعوت کردن دوار مثلا او دا زیاد چادر مادری مثلا نبوده خانوادی بعد گوشتی که ما هر کسا دعوت نکنین در دوار وقتی هر کسی دعوت کو این ای جز خانواده ما دعوت کرده مثلا چیزی گنده در دوار یکی مثلا من رفتم مثلا یکی دوار 10 دانه 15 دانه تفنگ گیرد مثلا ما وقت بشم دیگه لازم نه که مثلا ایشی من بیان باشم مثلا فلانی دوار مثلا شی کار اصله کن یعنی امانت داری یا مثلا من نشته یکی دوار پیرمرد مصاحبه اون که ما وقت بشم دیگه یک شرابی و مثلا خب مثلا من شی بیان باشم مثلا امانت داری شرط بسیار خوبی در تاریخ شفاهی. بعد همه یکی از موارد ایشین که تا ما جلسه که رفتیم مصاحبه این کرده تا نهتیم سوال ماشی نبوده سوال مطور نبوده حرکتی نکرده خداحافظی نکرده ایشی که رکورده رو تا خاموش مکنی ممکنه ما شما تاریخ گیرین دیگه ممکنه همه لحظه آخر در همین مسیر برایشون خداحافظی کنی یک خاطری بیاد بی یکی هست سالم نامی هم گرا آقای ناصر ریگی معلم بازنشسته هم سلام شی مثلا کسی که در واقع سینما رکس آوادا صوبی حمود بوده یک ساعت قبل از بنداتینی حمود بوده شی بعض کسی بوده ما قبل از انقلاب دنبال تظاهرات بوده چیز رفته تهران و دیگه همراهی رفتن تهران با تهران تظاهرات نبوده رفتن تبریز بوده آبادان تظاهرات رفتن آبادان ها دیروت ادا کرده بعد آبادان مثلا رفتن سینما رقص و خب آروشین مثلا یک خاصی حالت دیگری بوده
پس سوال بودتے ہیں آتے ہیں شیراز کے راستے ہیں روزنامه پاش کرتے گوشتی که بکه سینما رکس منفجر بود و گفتهشه مثلا من 2 ساعت نشته اشبی دواری ضبطون کرده بعد مثلا خب بعد انقلاب بی معلم بید بعد همچو بحث انتخاب نمایندگان آموزش پرورش جالب بی مثلا چود آین دیگری معرفی کنند ایده آین مثلا آموزش پرورش دیگری جای جنند پد معلمان آین تظاهرات نکنند تحسن کنند بالاخره برای آقا پرونده سازی کنند تو 3 ماه چی که انفصال کاری ده خب دیگه ماشاءالله نیاتیم خدا حافظ من شمونت خاموشم کو هم که آتین دراوش که 4 انقلاب فرزندان وا خب با جمله معروف مثلا خب مثلا این جمله مثلا تمام به این مصاحبه خب جمله قشنگیه دیگه ولی خب خاموشه من پدی روشن که مشنا پدی روشن مکره در سرساز ما برام ما این جمله خب چی مثال واقعی که ها یک جمله مشهور این شعر انقلاب فرزندان خود را میخوره مثلا خب مثلا ایشیا یا مثلا همه لحظه آخر یک چیز خاطراتی بیاد یعنی پس ایشی هم یک چیز نکاتی که در همشیف شیم حالا مثلا جلسه اول یک سری سوالی نوشته رابطه مصاحبین کرده بعد چانین که سوالات و هم جلسه اول مرور کنی کجا سوال منتا کجا نمانتا چیزی که اصلاحی که نفهمید جزئیاتی مشخص کنی چون ممکنه که آیدی چیزی منظور بوده اصلاح پزشکی بشی اصلاح در حوزه موسیقی بشی یا اصلاح در حوزه مثلا فرهنگ عمومی سراوان بشی که ایشه یک از مواردی که ممنوع انت جلسه مصاحبه مچگیریه یعنی ما سعی کنیم که مچگیری بکنیم یا مثلا ذهنی یاری نکن خب اشتباهی بشی موردی ها خب یا موردی مثلا اشتباهی مثلا بالفرض یه نفری هست در جشنواره فجر موسیقی نرفته در تهران شرکت نکرده خب در دیگر جشنواره رفته مثلا یه توشی من در جشنواره فجر رفته شرکت نشد مثلا مامود بوشین تو که رفته جشنواره فجر مشگیری مکنی بلکه بوشین که مثلا جشنواره ای که در سال فلان برگزار بود چون ماشما کو بعد با اشراف بنویم برای مصاحبه که فلانی گونته آیه مثلا در شیراز مثلا دیگر جشنواره ایه خب یعنی اگه بروی یعنی یه طوری خبر کنین که برما و مچگیری مبی مکشین تو نزانه مکشین مثلا تو اشتباه کرتا ها یا مثلا جانبداری مثلا یا موضوعی مثلا نه مثلا تو درست در حوزه موسیقی فعال بل فلان هنرمندش تو بالا ہوتے ہیں آئی واشتر گشتر مثلا کار کرتا تو ها نمو جنگ میں ایشان اوشن که مچگیری در مقابل وجنه یا مثلا سوالات حساس برانگیز هم گوشن مثلا میلی نی دیگه حالا مثلا اگر خیلی مثلا سوالی هست خیلی مثلا طرف در یه موردی به که چیزایی جوز کنن بلینش با آخر مثلا در مورد شخصیتی یا طرف حس مکن که ما گشترش چایزانه ما با اشراف رویم مصاحبه کنی بله یا طوری باید وانمود کنی که ما این حوالانی که توشت ده ما برای اولین بار نشش کنیم یعنی ما برای اولین بار نشانش دبتوش کنیم این احساس اگر بدی آیا بهتر توان ذهن وقت بازیابی کن بهتر وقت خبر کن خب یکی دیگه مواردی که در مصاحبه ایشین که سیر زمانی بکار بنه وقتی سیر زمانی بکار بنه آئی ذهن گشتر بازیابی بی اگر مثلا نزانتی مثلا حالا تمایل نیست نتوانتی خیلی سیر زمانی برو مثلا خب بالاخره شاوشی بی مثلا مثال جنا خیلی بوده که مثلا خب نتوان سیر زمانی برو موضوعی مثلا آوادم بهارگاهش چون کرده مثلا بهارگاه مردمان کجا رفته بوده
یا مثلا خیلی زیاد مشکلات مثلا فراخوانی مثلا ذهن بازیابی مثلا خاطرات یک دیگه نقطه‌ای که مثلا شما زانید مثلا ها ناکو مثلا ناکو آسانی که سوال ماشین بود رب مثلا چونکا و اولین در مانگا یعنی یک خاطره در کنار خاطره شی مثلا شما یه چیزی وشید پد آییت حیال که برگردی ها خب حالا اگر یک هستت خیلی پرحرفی کو خیلی موضوع ربط که موضوعی به قول ما شما دوشین کو دانستی بیان کو خیلی خبر هم متقاطع نکن یک چیزی میشه به نام قاعده دست راست قاعده دست راست مثلا ته کلاس ها معمولا مرسوم یک دست چیست کن سوالی هست ها نو آئے تو مثلا شما دست چیست کن آئے متوجه بھی پدا ہما بدونش خبری قات کنی آئے دیگه متوجه بھی که من دیگه گلاشن روانی دمادیم پدا گولا سوالات ہوتا ہما جس کنی اگر خیلی تحلیلی کو خیلی دمادیم راب دیگه مثلا معشوام توانی خاطره در کناری خبر کنی که مکتب دی مثلا ما هموشین فلان جا سوار ما رفتیم یا که زمران ما چوش بو او در استقبال مثلا اول قرار دو اجرا کنی یا اجرا داتیم پدا ایشی ها مثلا ته فلان جا سوار ما هم رفتیم می اجرا و قرار اول بی آخرش دور داتیم شام کلن یک سری نکاتی که گوشن تش که اما تمام ایشان تمام مصاحبان برگردن به اجتهاد شخصی هر نفر ہوتی هر نفری پک اینقدر تکرار بکن اینقدر مصاحبه بکن اینقدر جو سپورس بکن اینکه وقتی افراد بنندی اینقدر کار بکن که وقتی به یک ملکه ذهنی رسی که وقت توانت اجتهاد بکن وقت چون مصاحبه بکن وقت چون افراد به حوار در بیاری و ایشان تمام این نکته هم فقط چین نکته هایی که بر اساس تجربه دیگران نویسک بودن گوشک بودن ها که مثلا یک از تجربیات ما مثلا که من تا قبل چیز که برنداری دوران شرکت کنم همین بحث شناسنامه که منی خیلی فعلا اصلا شناسنامه نیست ما مجبورم که مثلا شانو گوش کرده مثلا یک فعالی هستم نیم ساعت گوش کو تازه متوجه بودم که منی همراه ها حتما بکاب بگیرین کول معروف مثلا حتما مثلا اینکه زحمتش کشته ته دو جا سه جا ذخیره ببین بالاخره دیجیتال هیچ ها دیجیتال هیچ اعتبار نیست ما و چون دانه هر دوان چهاراب بوده اما خب این کاران اینکو معصومه گو که یک مصاحبه تکمیلی هم هست البته مصاحبه تکمیلی پس از تدوینه خب مصاحبانی که گه اولا که حق و اجازه ایشی نیست که صدای آطرف بدون اجازه منتشر کنه اصلا ایشی یک تعهد اخلاقی مثلا در غرب برای یک مصاحبه که دیم طرفی انجام دید 32 صفحه فقط قرارداد هست مثلا بین دو طرف در ایران که خب ایشان هیچ حتما بعد مثلا یک از مواردی مثلا خب رفتیم پانه نفری آن نفر رفته جشنواره‌ای هست مقامی هست عکسی هست لوحی هست دیگه نواری هست موسیقی هست چیزی که در دماشماروات تو آنیشان هم بگیریم اسکنش کنیم دیجیتالش کنیم بل حتما در جلسه بعد بریم بدینی و کل مصاحبهانی که گفتنه همه به خاطرش که اش بین بروین یک دو جا دیگه ذخیره سازی بند یک آرشیو پیم بید عکس بگیریم بالاخره شانا به صورت آرشیو ذخیره کنیم شه پس از مصاحبه یه جدول هم خداونده کو طراحی بید مثلا هر عکس یا هر تاریخ به صورت یک آرشیو بید همچون گوشتم برای مصاحبه بهتر مصاحبه گفتن بحث تجربه شخصی یعنی هر چی بیشتر کار بی هر چی بیشتر تجربه بی خاطر موفق تر بی در انجام کار وقت خب حالا به نظر ما شما هم در تمامی کنین یعنی بعد چیزی که مصاحبانی که گه
حالا مصاحبه هم بدونیش که یک حرف کم و زیاد بی پیاده سازی به. حالا وقت نیست دیگه، کسی وقت نیست. حالا مثلا ساعتی گرین دقیقه مثلا تقریبا 1 ساعت مصاحبه الان در ساعت ها، یعنی افراد خاصی هستن پیاده سازی که فکر کنم هر 1 ساعتی 100,000 تومان گرین، مثلا 200,000 تومان 30,000 تومان، اگر نرخ‌های متفاوتی هستن. بعد پیاده سازی که بودن هنچ داریم بعد به مرحله تدوین رسیم. حالا انشالله هر موقع اگر شما مصاحبهش گفت کاری شروع کو، پروژه شروع کو، ولا بعد تدوین حالا مثلا الان که گوشن که به صورت همین فارسی کتابی باید ببین، مثلا اسم پاس میرم دیگه، خب ولی اصل میرم مگر ایش که نقل قول مستقیم بی، یا مثلا یک لهجه یک کلام خاصی بی طرفه، یا مثلا مثال بلوچی جان مثلا بطلی گوشی بلوچی، یا مثلا یک اصطلاح خاصی گوشی ایشان مثلا داخل گیومه یعنی البته شانته بس تدوین درست. خب تدوین که اولا ایشین که کل مرحله اول کل مصاحبه که شما انجام داده باید سر کاغذ بیاد بحکی، حتی یک وای هم کم مبی، حتی در مرحله اول پیاده سازی کل گفتگو کامل پیاده سازی بی حتی یک وای اجازه نی کم بی. دو نویت مرحله تدوین. خب یه 2 موضوع های در بحث تدوین تسان کار تدوین انجام ده. یک گوشن که آیا سوالات بمانن یا سوالات حذف ببین. اکثرا الان گوشن که سوالات بعد حذف ببین. یک تدوینگر یه طوری بر اساس سیر زمانیت که هنچو پیواز قشنگ بوانی تو هنچو برو ادامه بدن، یعنی هست کنه سکته وسط مبی. یک. دو نو پدا لحت ایوشن که در واقع ایشی این متنی که متن خامیت دیگه پیاده سازی بودد ایشی شما یایید با زبان وطن نویسید. خب بر اساس خاطرات آیی، بر اساس آیی که آنچه گوشته این یایید تدوینش کنید. اما رو در مرحله ویراستاری رو بعد مثلا تکی کلاما مثلا جای لازمه حذف ببین، تکرارا جای لازمه حذف ببین، یا موضوع دو مطرح بوده حذف ببین. یک سیر تاریخی فصل بندی شما کودکی شروع بی تا آخرین فعالیتانی. اما شی دیگه جملات فقط شکسته فارسی یا جملات بلوچی در قالب چی ہیں؟ گیومه ہیں، نه بله آدگران کتابی ہیں. اما یک از مواردی که در بحث تدوینیت بحث گویاسازی پاورقی ایشی دیگه مثلا در عمق مصاحبه نیاری دیگه. خب مثلا یک اصطلاحی گوشتا شما یایید سیر تاریخی ماشماروی یک اصطلاحی گوشتا مثلا این اصطلاح یعنی ته پاورقی جنین ته مرحله تدوین یا کم که توضیح ده. یا مثلا یه نفری گون همراه بودا، خب این دیگه آن نفر لوٹ معرفی بکنی در پاورقی توضیح ده. اما خود متن دیگه نه مثلا شی اگر اصطلاحی نه شی اگر اصطلاحی گوشتی مثلا ما رفتی مثلا یکی گو که جنگ بودن که یک من گو تو خیلی دماغ چاقه. خب شی دیگه یاری موده در متن مثلا شی از ضرب المثل شی مثلا از ضرب المثل که مثلا چی معنی است، یا مثلا یک کلمه‌ای بکاو مثلا گوشتی رفتی رندیک. خب
رندی که دیگه اوده نه در مت توضیح ندین در پاورقی توضیح دین رندی کجا ہیں فاصلی با شهر سراوان چین کریں بل خود ادبیات مثلا ها خود سیر تاریخی سعی کنی حفظ کنی اجتماع اول تا آخر ها بعد مثلا یک خاطری یادی بوده آخری گوشتی بوده خب یاد کرده مثلا در مورد در مصاحبه تکمیلی ایشیید مثلا بعد بیارین همو سرجایی ها بعد یه دیگهشان کلا آماده بوده اور به صورت کتابیه دیگه کتاب چاپی چه استانداردی که مثلا الان دانشگاه هاروارد خب بالاخره های سال کار کرده با افراد مختلفی با شخصیت‌های مختلفی ذهنان جهت بررسی کرده فاصله یک مصاحبه تا یک مصاحبه بعدی حداقل 48 ساعت مثلا زودتر مبی که آیی مثلا بازیابی کم ہوتی خاطرات ہوتی ذهن हाँ अलबत्ते मंगू किसी हम बरसा से रावियत हैं बल्कि एक स्टैंडर्ड दी कि हमशी के मसलन नवा देगे गिश्तर में भी कि मसला तरफ ज़हनी खस्ते भी और पता मसला चलो हाई साथ जुतर हम में भी खेली तुलानी हम में भी कि पता मसला बेहाल भी कि ची गोश्ता ची न गोश्ता पता हम एक इस दिग मवार्ड दिवशन के हर जलसे काबिल चीज़ की जलसे बाद में मुसाहिबा با ما یک نفر یا با مثلا پیسرین بوانینی گوش کنیم چارینی چون که بوده تدوین بیشتر روی بحث ادبیات مثلا ادبیات فارسی مثلا بعد چیز که پیاد سازی بود مثلا چه کلماتی بکار بود چه کلماتی بکار مارو همشون در تدوین همشی وشن خب اولا مثلا ایوادی لحظی وشن سوالات بمانه بعد اکثرا سوالات حذف کنیم مثلا دانشگاه هاروارد که آتی کاری انجام داده پیسرا کلن مو به مو مثلا یه 20 مصاحبه منتشر کرده با شخصیت‌های مختلف مو به مو خب همین کاری انجام داده این بدون حذف هیچ چیز حتی مثلا اگر دوجوانی داده طرف نقطه چینی هشتا خیلی مثلا دوجوانای خیلی رقیق زشت اما اما به این نتیجه رسیدن که این وحدی که ادبیات شخص روایتی که انج شما گفتن مثلا چه ضعیفه مثلا زیاد گیرانه جذاب نه یکی از کارانی که در تدوین انجام میده همشه که مثلا با ادبیات وقتش بدون ایش که به محتوا ضربه و بدون ایش که اضافه کنی چیزی فقط یه نظر ادبی روانی کلامی ایشان زبان همایی گوشید بدون ایش که مثلا اما مثلا چیز دیگه بی معنی نه که مثلا وقتی مثلا ما با یک حالا عذرخواهی کنن توهینی مثلا با یه نفری که مثلا کشاورزی که تو کلاس سوات همونه مثلا بیاین در موقع که دارین تدوین کنی خیلی از کلمات ادیبانه استفاده کنی خیلی از اصطلاحاتی به کار ببرین که اصلا کشاورز متصور نه تو ذهنی بیاین چیزا ایشه باید رعایت بینی در واقع گوشن که با زبان ما بدون ایش که به متن اصلی ضربه بوا بدون ایش که با طرف مثلا یک پزشکی مثلا حالا بیاین خیلی ادبیاتی بیارین جهلیه مثلا یک کشاورزی مثلا خیلی ادبیاتی غنی کنی بیشتر خاطرات در واقع جملات کوتاه در تدوین جملات خیلی طولانی مثلا بکار نبرن خیلی کلمات قلم بسلم بکار نبرن چون کتاب خاطره زندگی نه یه طوری نیستن که گیرایی بی وانتم بی و خیلی علاقمند بی हाँ फसली करें फहरिस्त बंदी करें हाँ फसल बात शुरू भी हाँ مثلا ये किस्मत के आखिर है مثلا मरबूत भी कोई देखी है مثلا यादी आता شادی تدوین کنی مثلا بری تی مثلا مواد تجربه مواد مثلا با مولوی سلامی داشت مصاحبه کو مثلا یهو را مثلا در دانشگاه کراچی درس وانتاشه یا وقتی مثلا حیالیا که کلاس ابتدایی گو مثلا بعد مثلا یه نقطه بیاد جا مثلا کلاس 6 مثلا رابطه دیگ جایی وانتا مثلا نه مثلا فصلبندی یه مثلا نه हाँ مثلا ये तहसील مثلا मदरसे इब्तदाई हो मदरसे इब्तदाई مثلا काम्बुजिया सरावा हो ये مثلا
سفر به زاهدان بر اساس ما موضوع. خب مثلا یه مثلا در کلاس اول و انت مثلا فرض مثلا یه بعد ترک تحصیل مثلا یک ما مصاحبه کوش مثلا 2 سال ترک تحصیل کرده. ها مثلا رفتن بر اساس ما سیر تاریخی زندگی مثلا رفتن به حوزه مثلا یک رفته حوزه علمیه مثلا یک رفته کلاس تابستانی مثلا بر اساس زندگی که ای شامل همه این چیزانی که در زندگی ابتدایی نه در فهرست نه در اود بله اود مثلا عایشی مثلا در سال 1365 کلاس اول ابتدایی را مثلا در دبستان فلانی شروع کردم. معلم ما اهل مثلا زابل بود، دانش آموزا هم کلاسی هم فلانی بودن. چنا؟ ها عکسش هستن. ها عکس از زمانی هست. ها مستندی هست مثلا کاغذی هست دستنوشته هست حتی مثلا مدرک تحصیلی هست. شما پاکن